به عنوان یک ایرانی چرا باید همه حسن زیرک بزرگ را بشناسند؟ در تاریخ مگر کسی هست که بیش از 10,000 ملودی را ساخته و خوانده باشد؟ حالا دیگر کسی نیست که صدای او را نشنیده باشد. میخواهم شما را با شخصی آشنا کنم که اگر حالا زنده بود بیشک از مفاخر مطرح موسیقی جهان بود. حسن زیرک. شما داستان زندگی حسن زیرک حنجره طلایی را از من، ناصر گلی و در پیج فابریکا دارید میبینید و میشنوید. حسن زیرک در جوانی کارگری کرده، شاگرد کبابی بوده، قهوه‌چی بوده، نگهبان و تفنگدار خانه خان آبادی بوده و حتی شوفر و راننده خان شهر که متاسفانه با همان ماشین آدم هم کشته. او پس از آن به بغداد فرار می‌کند و این حادثه تر شروع زندگی حرفه‌ای او را در رادیو بغداد و بعد رادیو تهران و رادیو کرمانشاه رقم می‌زند. صدای حسن زیرک صدای غم نهفته در زمین و زمان است. گویی او با همه نسل بشر همراز و همدرد بوده. صدای حسن زیرک بزرگ اگر واقعا درد جهانو بدین، صدا از عهده بیان اون درد برمیاد. چقدر سختی کشید حسن زیرک. بریم دهنو باز میکنه چند کیلومتر میره. زیباست. این صداها انگار 5-6 نفر بود توی آهنگ، انگار 5-6 نفر داره صدا در میاره از خودش. انقدر صدا مال اینه، مرد صداست. حسن زیرک بداهه خان روزی سوار مینیبوسی میشود برای سفر به شهری در کردستان و یک دل نه 100 دل عاشق دختری زیبارو که مسافر آن مینیبوس بوده میشود و فی‌البداهه این آهنگ را با مضمون آن گل مهمان کیست میخواند. بلبل کردستان که نه به مکتبی رفته بود و نه معلمی داشته، به چندین زبان دنیا آهنگ خوانده و قصد داشت صدایش در جهان شنیده شود. اما زودتر این صدا در دل بانوی به نام مدیازند نشست و حاصل شد 2 فرزند به نامهای مهتاب و آرزو. پس از مدیازند او بارها ازدواج کرد و این رابعه است آخرین همسر او که چندی پیش درگذشت. حسن زیرک این گنجینه آواز و فولکلور کردی عاشق کرمانشاه بود و اگر در سال 1351 در سن 51 سالگی در بلندای کوهی در بوکان آرام نمیخفت، احتمالاً روزی اینجا در کرمانشاه بزرگترین کنسرت تاریخ را برگزار میکرد. اما هی کرماشان جگی اشدادم جگی شیرین جی برهادم. روزی حسن زیرک به تماشای کنسرت خانمی به نام فاطمه زرگری می رود. این خواننده آذری زبان قطعه‌ای را اجرا می کند که ماهاست روی آن کار کرده. در آنتراک کنسرت حسن زیرک خود را به محل استراحت خانم زرگری می رساند و به او می گوید که می تواند فی‌البداهه با همان ریتم و ملودی آن آهنگ آذری را کردی بخواند.
پرده ها کنار می رود و این آهنگ با استقبال بی‌نظیر مردم اجرا می شود. بعدها صفحه گرامافون این آهنگ از پرفروشترین آثار زمان خود می شود. خیلی ها از او کپی کردند، خواستند تکرارش شوند، اما نشد که نشد. Yallah şoför yallah götür beni. Yallah şoför yallah zurge yarım, zurge yari dukwa و بدرم. هوش مصنوعی هم آمد که بشود احیای دوباره صدای حسن زیرک پس از 50 و اندی سال و البته این کمک بسیاری به شنیده شدن دوباره‌اش. نگیرم دو سایه بولم دایی که دوی حاضر ای وای کن لدل ای آگیرم ای او دیری دیری نامن عقلینی من فرجینا Olmuş rolu kırmışarım dilberi serzemine. لیتان دوربم جانم برچه لیتان دوربم جان برچه سوارای این پایان داستان زندگی اوست. پس از ساخت بیش از 10,000 ملودی و دیدن سختی‌های بسیار زمانه از جمله زندان ساواک و فرار و مرگ عزیزان، هیچگاه رنگ خوشبختی و آرامش را ندید و حالا او در سن 51 سالگی در بستر مرگ است و می‌خواهد آخرین آهنگ خود را در بیمارستان آخری بخواند. گرانش اوانا خوشم دردم گرانه ومن نخواشم دردم گرانه ومن نخواشم دردم گرانه ما چیلمی تو بومن درمان ناصر گلی، فابریکا.